یکی از کاربردترین نرم افزارها برای ما در قسمت امنیت دیتا و فایل های ما نرم افزار وینرر که با استفاده از این نرم افزار ما میتونیم اطلاعات و فایل های خیلی مهم خود امن نگه داریم. به خاطر این کار اول باید این نرم افزار در کامپیوتر ما نصب باشد و برای دریافت این نرم افزار از سایت وینرر ما میتونیم این نرم افزار را دانلود کنیم که ما قبلا این کار را انجام دادیم و این نرم افزار در کامپیوتر ما نصب است. طریق نصبش خیلی راحت است. گزینه اوپن، بعدش گزینه اینستال، و به راحتی این نرم افزار در کامپیوتر ما نصب میشه. فعلا این نرم افزار در کامپیوتر ما نصب است و یک فولدر آماده در قسمت دارم، داخلش یک تا لوگو هست. خواهیم اینمی فایل ما امنتر باشه، ویروس به داخل این نتونه نفوذ کنه و همچنان بتونیم به راحتی به دوستا و نفر ارسال کنیم. به خاطر این کار شما سر این فایل راست کلیک میکنید، آپشن وینرر در قسمت اضافه شده، اد آرچیو در قسمت اد آرچیو کلیک کردیم. نوعیت فایل ما آرشیف ما رر است. در این قسمت میگیم این لاگ و همچنان ست پسورد. میتونیم در این آپشن پسورد برایش تنظیم کنیم. شو پسورد هم در قسمت فعاله و این گزینه اوکی و همچنان اوکی. فعلا ما یک فولدر عادی داریم و یک فولدر از نوع رر. بالای اگه ما راست کلیک کنیم بخوایم این محتویات خود ببینیم، هم میگه شما باید اول پسورد را بلد باشیم. من پسورد تایپ کردم و فعلا محتویاتی که در داخل این فولدر موجود بود برای ما قابل نمایشه. به خاطر که اینمی فایل دوباره از داخل این فولدر اکسترکت کنیم، سر از این فایل راست کلیک، بعدش گزینه وینرر و همچنین آپشن اکسترکت. اینجا باید پسورد شما بفهمیم، بعدش هم گزینه اوکی. بسیار براحتی اینمی فایل ما دوباره از داخل این آرشیو اکسترکت میشه. و اگر خواستیم طور آرشیو شود که این فایل ما، این فولدر ما باقی نمانه، بسیار براحتی سریع آپشن که کلیک کرده گزینه اد آرچیو انتخاب کو، بعدش اینی آپشن دیلیت فایل افتر آرچیو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه می فایل ما آرشیو شد دیگه محتویاتش هم باقی نمانه، گزینه لاگ و ست پسورد، گزینه اوکی. برای این کار به می راحتی میتونیم فایل و محتویات خود از نوعیت فولدر عادی به فولدر رر تبدیل کنیم و فایل ما امن باشه و بتونیم بسیار براحتی به دوستا و فامیل ارسال کنیم.